باز یک هفته نو شروع شد و استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را به شما میرسونیم. شالوی گلخوجه هستم. سلام. در برنامه 24 سپتامبر این موضوعها بررسی می‌شوند. ترکمنستان ارادش را گفت ظاهراً تأخیر در بنیاد راهی آهن سبب راهبندی ماشین‌های باربری تاجیکستان در مرز ترکمنستان بوده است. مریم به مکتب رفت. نزدیکان این دختر 11 ساله میگویند برای به تحصیل فرا گرفتن او زیاد دو و دو کردند. کمیسیون اومدن دانشش سنجیدن که صرف سیده میارزیده. همین صرف سیده قبول کرد. مبارزه نتیجه داد و یا چگونه دختران تاجیک با جرأت شدند مجازات مردان ازاری لفظی آنها را در خیابان‌های دوشنبه کمتر کرده است. رنج رو بردن دختره که همین گپای دغنانو گفتن دختره گروه تلفن نمره هم ماشین است گرفتن راکی گرفتن بچو. سفر پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان این دفعه با شناسایی از فعالیت کارخانه تلکا شروع می شود. در این باره از خدمات مطبوعاتی شهر ترسونزاده خبر دادند. انتظار می رود شوکت میرزیویف روز 27 سپتامبر به تاجیکستان بیاید. او در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل یا اسنگ در دوشنبه اشتراک خواهد کرد. در یک سال اخیر این سفر دوم پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان است، اما با فرق شوکت میرزیویف پرزیدنت ترکمنستان در کار جلسه رهبران کشورهای همسود اشتراک میکند. گذشته از این ترکمنستان به عنوان مقامات تاجیک نوتای اعتراضی فرستاده است. این موضوع را همکارم عبدالله اشرف پیگیری دارد و حالا در استودیو با ماست. عبدالله روز بخیر و بگو که سبب ناراضگی مقامات ترکمنستان چی بوده است؟ سلام شهلا. نگرانی ترکمنستان از آن است که گویا تاجیکستان گفته است که ایده ساختمان راه آهنی ترکمنستان افغانستان تاجیکستان را تا وقتی مساعده موقوف میگذارد. ظاهراً همین تصمیم تاجیکستان ترکمنستان را ناراحت کرده است و وزارت کارهای خارجه ترکمنستان با نوشتن یک نامه نگرانی خود را به طور رسمی به جانب تاجیکستان بیان کرد. در سامانه رسمی این وزارت هم در این باره خبر نشر شده است. خب عبدالله می شود کمی توجیه بدی که این چگونه طرح راه آهن است و آیا ساختمان آن الکی شروع شده بود؟ ایده ساختمان راه آهنی ترکمنستان افغانستان تاجیکستان زمان به میان آمده بود که تاجیکستان از راهبندان ازبکستان در زمان ریاست پرزیدنت اسلام کریموف رنج میکشید. طبق نقشه قرار بود این خط راه آهن از کالخوزآباد دوستی 5 پایان در سرحدی تاجیکستان ابتدا گرفته، سپس طریق شیرخان بندر کندوز مزار شریف شبرغان افغانستان توسط موضع آقینه به ترکمنستان برسد. رسم افتتاح بنیاد راه آهن ترکمنستان افغانستان تاجیکستان روز 5 ایون سال 2013 در ولایت لباب و یا لبی آبی ترکمنستان با اشتراک سران 3 جمهوری امامعلی رحمان، قربانگلی بردی محمدوف، حامد کرزی برگزار شده بود. جانب ترکمنستان قسمت 88 کیلومتری این راه را در قلمروش الکی تا موضع آقینه ساخته به اتمام رسانیده است. اما ساختمان قطعه تاجیکستان هنوز شروع نشده است، چون مقامات تاجیک میگویند برای مبلغ گذاری این طرح هنوز سرمایه گذار پیدا نکردند. عبدالله ببین این شب و روز روابط تاجیکستان و ترکمنستان به چند مشکل گره خورده است. از جمله ترکمنستان ماشین های برکشان تاجیکستان را نمیگذارد از قلمروش عبور کند. آیا این تصمیم تاجیکستان هم به راهبندان ترکمن ها ربط میگیرد یا خیر؟ شهلا، هر دو جانب هم تاجیکستان و هم ترکمنستان کشاد آشکارا با مطبوعات در رابطه با مشکلات جای داشته در روابطشان صحبت نمی کنند. تنها به یک نکته می شود اشاره کرد که تاجیکستان زمان از موقوف گذاشتن ساختمان راه آهن به ترکمنستان سخن راند که ترکمنستان حدود 1 ماه باز ماشین های بارکشانی تاجیکستان را به قلمروش راه نمی دهد. سپاس عبدالله برای صحبت. در ضمن تاجیکستان با ترکمنستان مرز مشترک ندارد، ولی ماشین و قطارهایی که از ترکیه بار میآورند توسط مرز ایران به ترکمنستان میگذرند و از راه آهن ازبکستان به تاجیکستان برمیگردند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. مریم و دختر 10 ساله توجیک هفته گذشته در یکی از مکتب‌های نویه حصار نخستین بار پشت میز درسی نشست. مریم را بهار امسال از پناهگاه در بغداد به وطن آورده بودند. قبل از سال نو خوانیش بابای مریم برای قبول نبیرش به مکتب جمهوریوی پرزیدنتی از وزارت معارف کمک خواست، اما طوری از گزارش براد یوسفی برمی‌آید این خواهش پیوندان مریم عملی نشده است. پس از انتظاری‌های زیاد مریم شویوا اکنون لباس مکتبی به بر کرده و راه به سوی مکتب گرفته است. نزدیکان این دختر 11 ساله که چند ماه قبل از یک اردوگاه پناهندگان از عراق به ناحیه حصار بازگردانیده شد، برای به تحصیل فرا گرفتن او تلاش زیاد کردند.
و ما وزیر معارف دا عرضه نایسه رفته چی کردیم و یا دستگیری کردن همون زمان تشکیل کردن کمیسه اومدن دانش سنجیدن که سلیپ سیده میارزیده است همینا سلیپ سیده قبول کرد. қаблан наздикони Марям талош мекарданд ки ӯро дар мактаби президентии ноҳияи ҳисор барои таҳсил гузоранд, аммо ба ӯ гуфтанд ки аз даври имтиҳонот дер кардааст ва пас аз гузашти тақрибан 20 рӯзи оғози соли нави таҳсил Марям таҳсилро дар мактаби таҳсилоти умумии шумораи 59-и шаҳри ҳисор оғоз кард. мара пурсидан забона қатъи ҳисоба баъд ҳамҷада мар ки пурсидан ман нағзм саводам мара синфи се қабул кардан. дарси забони модарам дӯст медорам бо қатъи дарси урсира. дар тӯли тақрибан як ҳафтаи таҳсил Марям чанд дугонаи нав ҳам пайдо кардааст. ҳарчанд барои ӯ муҳити мактаби Тоҷикистон нав аст ва бори аввал ба мактаб меравад. ҳамашон созаи дарсои нағз метиҳанд. дугонаам қадим хушрӯ гап мезананд, созам қадим. устодони Марям мегӯянд ҳамеша ба ҳамсинфонаш таъкид мекунанд ки ӯро зиёд пурсуҷӯ накунанд, муносибати хуб дошта бошанд, ҳамеша дар дарс барояш кӯмак расонанд. хушрӯ одобона аз вақте ки омад бо талаба муомилаш хуб. Марям Шоева замони паноҳандагӣ дар Ироқу Сурия забонҳои русӣ ва арабиро дар дараҷаи суҳбат кардан омӯхтааст. ӯ охири тобистони соли гузашта дар Ироқ пайдо шуд. Марям духтари Ҷамолиддин Шоев сокини ноҳияи ҳисор аст ки ҳамроҳи ҳамсараш Садбарг Шомирзоева сокини Душанбе ва 4 тифлаш соли 2016 бо қасди Миср Тоҷикистонро тарк кардааст. баъд аз бозгашти Марям ба Тоҷикистон маълум шуд ки волидонаш дар як бомбафканӣ дар мавсили Ироқ кушта шуданд ва ӯ танҳо мондааст. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. دختران توجیک میگویند در این اواخر نگاه‌های کج و خشین مردان و آزار لفظی آنها در کوچه‌ها کمتر شده است. مصاحبان رادیو زودی تغییر وضع در این سمت را به پرزور شدن مبارزه مقامات انتظامی و مجازات نمودن مردان آزاردهنده ربط می‌دهند. شهرداری دوشنبه نیز این مشکلات را زمان جدی گرفت که یک گروه زنان در این باره مراجعت کردند. زرانگیز نوروشو دنبال این موضوع بود. من وقتی که مراجعه‌نامه سپردم 21 ایول 2018 بود، 23 ایول بعد 2 روز همین گروه کوریو سر دادن در کوچه ها. شهلا از فعالان جمعیتی است که نتوانست آزار لفظی و تعقیبات جنسی مردان را در کوچه و خیابان‌های دوشنبه طاقت کند. از مراجعت او به مقامات شهر قریب 2 ماه می‌گذرد و با طرفدارانش کوچه های دوشنبه را میسنجد. 5 دختر رو من جواب کردم در همین کار راستی گپ. مردهای ما دور دور یک طرف میگردن، جوانان دست و پوچه کشودیم، گفتیم که کنی بینیم یگون رنگی پیشتر نه نقصر. شهلا میگوید مردها خانم‌ها را در کوچه های شهر سخن‌های بی‌شرمانه میگفتند و گاهی هم به بدنشان دست میزدند. یک ماه پیش یک گروه زنان فعال از مقامات خواستند به بی‌اخلاقی مردها خاتمه بخشد. دغلی نه، نوگه پرتوی بود. فقط همین که دست رسانی نبود. مقامات گفتند گروه کوری با 2700 کامera رفتاری مردها را در شهر زیر نظر خواهد داشت. عکس مجرمین و جریان اجرای کارهای اصلاحی آنها را رسانه‌ای می‌کند و این بی تاثیر نیست. بعدی تلقه کفن میترسن که از بز وجه خانم برآمده میبرن پول میشو کامیرات میکنن اشتراف. حکیم شاه میگوید دختران با جرأت شدند و ضمن لقمه پرتایی یا رفتارهای ناجا عکس العمل نشان میدهند. اون روز نمو یاد بچه با چی بدن ماشین رنج رو بردن دختره که همین گپای دغنانو گفتن دختره گروه تلفن نمره همون ماشین است گرفتن رکی گرفتن بچه. با وجود آنکه گویا وضع بهتر شده است، تلاش‌ها در اصلاح وضع و رفع بداخلاقی باید جدی‌تر راه اندازی شود. جزای وطن دادن در کل برای که بس نکنه. بچه‌ها تا های در گپ می‌کنن. میگذارم نگاه میکنن، گپای بیزه میکنن، حق خورد میتن طرف منبع. اما هیچی گفتن نمیتونم برای که من میترسم که یگان نزند یگان چی نکند با. جنین زین میگوید اگر لباسی کمی کشوده و زمانوی بپوشد باران سخن‌های هر خیله به سویش میبرد که آزاردهنده اند. اول میخواستم که میلیسا خودش خالی نباشد برای که میلیسا خودشون گپ میپرتوند. اون روز میلیسا گذاشت پیشم، من با گپ گفته گذاشت، من نکردم ریاگیری نکردم. مردها میگویند گاه زنها از وضع کنونی سوء استفاده میکنند. برای بچه‌ها کرونا برآوردین، بچه برای دختران برورن، یک زنکو شوهر کیم که میبرن و
وارکه موجه شته مورج دیوات میکنن значит راست کنی که برای بچه‌ها بروردیم برای دختران توش بروریم. مقامات تاجیک میگوید مراجعت زنان در خصوص بداخلاقی و حمله‌های لفظی مردان بیشتر شده است. با عنوان تصویر مردهای بداخلاق را در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر می‌کنند که به پلیس کمک می‌شود. به قول آنها زنان تاجیک روز به روز با جرأت‌تر می‌شوند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما تماشا دارید. بازگشت به وطن. سال جاری از ایران هزارها پناهنده افغان را سوی زادگاهشان پیش گرفتند. بحران اقتصادی در ایران به زندگی مهاجران افغان نیز تاثیر گذاشت و آنها ترجیح دادند به وطن ناآرام خود برگردند. عمیق رفت بحران اقتصادی ایران مهاجران افغان را به ترک این کشور وادار کرده است. فعلا نزدیک 1 میلیون فراری افغان در ایران به سر میبرند که در بین آنها بسیاری ها اصلا حجتی هم ندارند. طبق آمار تخمینی سر از آغاز سال روان تا 0.5 میلیون پناهنده افغان به وطن برگشتند. میرم داخل افغانستان بیامدیم مجبوری آمدیم بعد مجبور شدیم بیایم ایران بیاییم چون که اینجا کار خوب نبود. بعد اونجا هم که برفتیم بعد این معامله پیش اومد دیگه 23 میلیون ضرر کردیم. پول 8 تومن برداشته بودیم. بعد تمام که بیامد پین آماده ما خیلی مشکلات برخوردیم. بعد پول یک نفر بود، پول از ما گرفتن، بیجا شدیم. پولی هم به دسترس ما نبود چون که شوهرم یک کارگر ساده بود. پس مجبور شدیم بیایم وطن. در سال روان قرب پول ملی ایران به قدر قابل ملاحظه پایین شد. از این رو کمک پولی مهاجران هم که به نزدیکانشان در افغانستان میفرستادند کاهش یافت. احیای تحریم‌های آمریکایی در ماه اوگوست وضع اقتصاد ایران را باز هم وخیم‌تر کرد. اکثر مهاجران افغان داوطلبانه به وطن برمیگردند. اردوگاه دیگه که برد از اونجا دیگه برد از سنگ سفید آورد. 75 تومن از ما اونجا بلیت از پیش ما گرفت. از اونجا آمدن سنگ سفید، در سنگ سفید بودیم 7 روز. در 7 روز لالا برای ما فقط اینقدر برنج میداد. یکم برنج، یکم لوبیا میشو میداد. دائمی از گشنگی، از تشنگی با خدا کلگی مردم. سازمان ملل متحد به افغان‌های بازگشته کمک میرساند. مهاجرین عودت کننده کسانی که کارت یا فرم وی‌آر‌اف دارند و برای اسپانتینیوس ما از بین از اونا شناسایی میشن. کسان آسیب پذیر شناسایی میشن. ما چند کاتگوری داریم که از بین از اینا معتاد باشه، معیوب باشه، خانم تنها باشه، طفل بی سرپرست باشه، مریض باشه. میزان بیکاری در افغانستان به 40% برابر است. بر علاوه خشکسالی و آشوب‌ها کشور را ناآرام کردند. در نتیجه بسیاری از افغان‌های از ایران بازگشته در حال باز هم ناگوارتر قرار می‌گیرند. و یک خبر دیگر هم داریم. روز یک شنبه در برآمدگاه موزه شهر فلورانسیای ایتالیا یک مرد 51 ساله عکس رسوم سرب مریم ابراموویچ را به سرش زد. در این باره کامرسیاتو تفصیلات می‌دهد. روز یک شنبه هنگام بیرونشوی از موزه پالاتسو استروتسی در شهر فلورانسیای ایتالیا مریم ابراموویچ مورد حمله قرار گرفت. فعلا در این موزه نقاشی‌های ابراموویچ به نمایش گذاشته شدند. مرد عکس خود ابراموویچ را برداشته به سرش زد. محافظان مسئول حمله را بازداشت و به پلیس تسلیم کردند. نام مسئول حمله آشکار نشده است ولی مقامات اطلاع دادند که او شهروند 51 ساله جمهوری چک می باشد. این مرد در ماه ژانویه امسال یک مجسمه را در میدان سینیوری فلورانسیا تخریب کرده است. رئیس موزه پالاتسو استروتسی آرتورو گالانسینو در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشته است که وضع ابراموویچ خوب است و او می‌خواهد با مسئول حمله واخورده از او پرسد که چرا این عمل را انجام داده است. برای امروز برنامه خبری رو خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبر و گزارش‌های از این بیشتر رو پیدا نمایید پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شما عزیزان است. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیز نوار و گزارش‌های زیادی دارد برای شما. فردا صبح برای شما نوید بامدادی با تازه‌ترین تحولات پیشنهاد میشود. بخبر نمانید تا فردا. خدا نگهدار.